اگه هنوز نمیدونی که چجوری با هوش مصنوعی صفحات سایتت رو آپدیت کنی، تا آخر ویدیو همراه من. اولین مورد اینه که شما لینک اون صفحه سایتتون رو که می‌خواید آپدیتش بکنید رو به هوش مصنوعی بدید و یه پرامپت براش بنویسید که این صفحه از نظر سئو محتوا چه کمبود نسبت به 10 نتیجه اول گوگل داره و اون کلمات کلیدی اصلی و کلمات کلیدی که کاربر دنبالشه، کلمات تخصصی، کلمات LSI که کاربر دنبالشه و ما پوشش ندادیم رو برامون لیست بکنه و بگه که چرا اینا رو انتخاب کرد. مورد دومی که میتونیم یه پرامپت بنویسیم که آقا از محتویات لینک زیر یک جدول مناسب برای پاسخ سریع نیاز کاربرمون تولید بکن و اون لینک اون صفحه‌مون رو اینجا براش بنویسیم. و مورد سوم استفاده از سایت gamma.app که شما میتونید با استفاده از عکسای اینفوگرافیک آپدیت بکنید که برای حالا تولید عکسای اینفوگرافیک سایت gamma.app خیلی خوبه. شما میتونید اینجا کریت نیو رو بزنید و موضوعتون رو اینجا قسمت جنریت رو انتخاب بکنید. موضوع اون صفحه از سایتتون که میخواین آپدیت بشه رو بنویسید و بهش بگید زبانش فارسی باشه، انگلیسی باشه و میبینید اینجا میتونید موضوع رو بنویسید، زبانش رو انتخاب بکنید و همین راحتی یه سری عکسای اینفوگرافیک خیلی خوب براتون تولید میکنه.